میگویند زن خوب نیمی دولت. در خدمت همین گپ ایامو پیشینه ها موندگی آده بابی واجب با خوبتر میدونم بابی دولا همه میگویند اگه همین زن خوب نیمی دولت بچه. اگر بگوی که پیغمبر همین خیلی گفته ایش خیلی بعد هم مصطفی‌ها در همونجا شتگی باشن بگن که دولا ایلبی همین زن خوب نیمی دولت میگن کن. بعد یک روز در همین اینترنت یک چیزی را میگفتم یکی همین قصه با زبان همین کرلی برو آمد که همین زن خوب نیمی دولت ای کجا پیدا شده بوده. میگوید یک مرد بسیار خداترس و با تقوای بود و بسیار مردی دارنده بود لیکن ازدواج نکرده بود، زندار نبود. پروردگار این را در مرض همون در امتحان قرارش میدهد. میگوید یک ملائکه را روان میکند با صورت یک سائل، یک طلبنده و اون ملائکه میگوید در این را میکوبد و میگوید من طلبنده هستم، خداوند این مالی که برای تو داده نیم همیره برای من بده زندگیم خوب شود به خاطر خدا. میگه آدم خدا ترس بودی اندک فکر کرد گفت خیلی نام خدا را گرفته بیا همین مالا بتمش نیمی مالا بریده در دستش داد گفت نیمی مالا این همی قدر میشه است. همون روز میگوید بعد از ظهر بود بعد از نماز پیشین بود که باز سائل اومد باز گفت که نیمی مال تا به خاطر خدا من ابته. گفت در اینجا چی گپی هست که دو طلبنده آمدن هر دوش یک گپ میگن. نیمی مالا میگه او شداد شب میگه با بسیار فکر کرد که همه مال چند ساله جمع کردگی داده هیچ در همین فکر بود میگه خوابش برد سحر نماز صبح خواند که در تق تق شد گفت یگان طلبنده دیگه آمده باشه. با پیش در آمد که یک مرد بسیار زیبا دید گفت بیا مرحمت به خانه. او گفت که من ملائکه پروردگار هستم، خداوند من روان کرد دیروز تو را پروردگار امتحان کرد که از امتحان خدا گذشتی همه مال تا به خاطر خدا دادی. پروردگار من روان کرد که برای همون بنده من پرس که چیزی میخواه از من که بخواه. این مرد گفت که من مال دنیا را دیدم خانه و در ثروت همه اینا را دیدگیم میشود که یک روز فکر کنم بعد بگم که چی مخول باید همون خداوند من رفته. بعد میگه پیش عالم ها رفت چند عالم همون محله اینها هر کدومش هر چیزی گفت یک تاش علم و یک تاش کتاب گفت یک تاش قلم و دفتر گفت او زمان ها کمه هر چیزی گفتن. با یک آخرانش گفت که در همین فلان همین که یک عالم بسیار با تقوا با همراهی عائله زندگی میکند از همون پرس همون میداند که چی چیز در دنیا از همه خوبه. به نزد او رفت میگوید در پیش اون عالم عرض کرد اون میگوید گفت حالی بشین بچه من گپت میزنم که چی بخواه از این پروردگار که تو را در اختیار گذاشته باشه. میگوید او کمپیرش دستور داد که یک تربوز خوشرو بیار برای مهمانان. میگه کمپیرک تربوز آورد مسافید یک سیاستش کرد گفت که این تربوز نمیشه و یک تربوز دیگه بیار. با کمپیر میگه خب بودم رفت خواب گفت مردان جان با تربوز آوردن تا 3 بار گردانی داشت تربوز آخران بریدند و خوردن. بعد گفت حضرت همین مسئله کاری ما چی میشود؟ گفت نفهمیدی؟ گفت نه. گفت در اینجا من تنها زندگی میکنم خیال میکنم که از همه بهترین مرد میام. گفت چخیر؟ گفت به خاطر اون که اینمی کمپیر نباشه من در اینجا زندگی کردن نمیتونم. از خدا زن خوب خواه گفت. گفت اینمی جا گفت ما در خونه یک تربوز داشتیم. همین کمپیر دیدی که 3 بار سیاست کردم گرداندمش رفت تربوز با ایسر میشوشته دیگر طرفش قیطا داده آورد. اگر زنی بد میشد یک رأس میکرد که در این که خود دمی یک تربوز در خونه نمیبری خب کنی باید تا با مهمون فریاد کده هیچی نیست در اینجا باید داد و فریاد میبرداری. حالی خودمون در اصلا که ای ترسی زنه که رستوران میبرن مهمون ها را در مهمون خونه های چند متره کدگی های دیگه همون زنه قش قواخ میکنه میگه اینجا بیا که برام رستوران در یک چی بخیرم به همون جوابش بتون برای که در اون خونه با جنجالی و زنه که در نمونیم. بعد میگوید آمده این ملائکه را گفت که اکنون از پروردگارم یک زن صالحه میخواهم. این ملائکه گفت آها یک چیزی بسیار قیمت خواستی. این زن صالحه گفت در این شب و روز 3 نفرن. یک تاش گفت شوهر داره در یک که با همراهی شوهرش زندگی میکنه هم یا در نظر داشته. یک نفر دیگرش گفت پگاه توی داره. یک نفر دیگرش اکنون
10 سال بعد به دنیا می آید. انا موشه انتظار میشه انشالله همو به وایه رسید میگیره میتیم. گفت نمیشود تو من پیشنهاد کرده من زورکنی نرفتم. پیشنهاد کردی این نمیه که پگاه توی داره میره میگیری میتیم. نگه با این ملائکه رفتن خلاصه کلام که او دختر خواب او پدر او را در گرد در آورد. این ملائکه گرفتن در این مرد دادن. در وقتی برآوردن پدر یمو دختر 10 تنگه یمی طلای قدیمه در دستی دخترش داد. گفت که دختر جان به خاطر آن که در بین مردم شرمنده نکردی، به آبروم نکردی، با هر جوانی به آداب رفت و آمد نداشتی، هر مخیلی که من خواستم پدر را در مخیل گشتی، با همون سر لباس گشتی. امروز با در این مرد دادم بازم گپ ما گرفتی بچم. بنابراین همین تنگوهای به جای من بگیر در زندگی در کارت میشود. میگه رفتن چند وقت با این مرد زندگی کرد. که مالهاش داده یک زنی خوب خواسته ای خدا. دیگر شرایط دو قدر خوب نیست. با یه روز میگه همون زنش تنگوها را برآورد و گفت که امینها را بگی مردک برای ای بزرگ یک گاو بخر بیاور. همون گاو تفکش استفاده می‌کنیم، شیرش استفاده می‌کنیم، زندگی مون هم خوب شود. این مردک میگه همون پولها را گرفت بازار رفت. در بازار وقتی که میگشت تنگوها را برآورد برای یک گاو سودا کردن. تنگوها را برآورد که نماینده‌های پادشاه دیدن تنگوهای قدیمه. ولی چه دلار ایدمت بشه خوب میدن در بازار پیدا کنی اوزی که در کجا پیدا میکنه گفتن. تنگوهای قدیمه دیدن در حال در پادشاه عرض کردن که یک کس در بازار با تنگوهای قدیمه خرید کرده است. پادشاه گفت در نظر کدومی هست؟ این کدام ذخیره طلا را یافتگی است، ذخیره کدام پادشاه پیشینه را یافتگی. من خودم از پشت این میشوم و این کان طلا را از دستش میگیریم. پادشاه لباسا را علیش کرد به بازار اومد که این مردم گاو خرید. از پشت همین مرد که حرکت داره که برام چیه بیاویم همون کان طلا را بیاویم. میگه در راه رفتن گرفت. اون مردم همین گاو با دو بز در راه عوض کرد. با بزور با یک پوست عوض کرد. پوست دید با یک شبکه عوض کرد. بعد این مردک این پادشاه حیران شد که این مردک دیوانه باشه چی باشه. شبکه را میگه در سرش کرد و رفت همین آب در لب همون جو آب میخورد که شبکه از سرش افتی در درون جو تا قپ و قپ کرد که رفت. شبکه را از سرش رفت. باید پادشاه اومد گفت که تو دیوانه شوری چی یک گاو قیمت خریدی آوردی با بز با پوست و ایستا ایستا با شبکه و شبکه را در درون آب رفت. ولی در خانه برای چی گپ میشه و بالا در اگه قطیش هم دیلیوی میکنه و گپ زدیست. گفت که من گفت از زنی خوبه دارم در خانه که اگر برم پول همون داد بگم که همین خیلی کار شدگی هیچی نمیگم. ای گفت که به خدا قسم من پادشاهم اگر بریم که در خانه تر هیچ کسی چی نگه من همین نیمی دولت همی برم میتونم. رفتم میگه پیش درش. بعد پادشاه در پشت در ایستاده همین درون در ایستاد. زنش آمد پیشواز گرفت. بسیار مردک جان گفته بسیار مگو مردک اینه گاو آورده بسیار خوب شده. گفت که زنک که به نپرس که گاو نه آوردیم گاو با دو بز علیش کردیم. بعد این زنش گفت که مردک زیغ نشه آخی بزم خوبه کو ای گاو دا بز خوب دتا میکنه یا نغزه. گفت زنک بزا با پوست علیش کردم. گفت مردک جان زیغ نشه آخی با این پوست با خوبه ای همه یا بروکت میدوزم در زمستان میپوشی. زنک خوبه بیا که چخیل مردک خرسان میکنه در همون کارش. بعد گفت که آخ پوست با شبکه گفت مردک جان با خوبه سرت گرمک در زمستان میگردی. گفت با شبکه در درون آب رفت. بعد گفت که مردک گفت زیغ نشه همه خداوند تر ساق سلامت آورده این پول مال دنیا هیچ گپ نیست. تو را پروردگار در این قره درو ساق سلامت بالای سر من آورده همش با شیدن میگیره. با پادشاه اینه دیده حیران شد. گفت که واقعا زنی خوب داشته. اگر ما همین زنها را احترام اگر امتحان بگیریم برادران گرامی خزن نیستن که همین مردک حالت چه بفهمم که همین روز تو بگه قطعی چند کس جنگ خورده قطعی چند کس دشنام و چی کارها شدگه این بگه که اومد همه کارشن در همین خانه در آمدن همین خیلی حل کنم که خرسن بود روی بشینه. باشه با کمبدیا رو گپ میزنیم که همین خیلی این خیلی زنکو کم هم برادر گرامی که همین مردک وقتش خوش کنه و خرسن داده پیشوازش بگیرم. بعد میگه پادشاه گفت که لفظی ما همون لفظ همین نیمی دولت در اختیار همین گفته که زنی خوب نیمی دولت در همونجا بوده تقصیر.